آخرین نکته هم که میخواستم بهش اشاره بکنم، اهمیت بسیار حساس یک تغییر پارادایم هست در تفکر نیروهایی که تا به حال به اصطلاح اصلاح طلب بودن و اونها نیز به این نتیجه رسیدن که دیگه فایده نداره، ولی به یه جایی باز بتونن ملحق بشن، به یه جایی باز بتونن وصل بشن. نیروهای سکولار دموکراتیک در این شرایطی اولین وظیفه‌شون استقبال از این کانورجنس هستش یا ملحق شدن. میدونم برای خیلی‌ها سخت قبول این که ای بابا ما این همه به قول معروف خسارت دادیم، هزینه پرداخت کردیم، کشته دادیم، چه دادیم، ولی ما به خاطر منافع ملی کشورمون بایستی بتونیم تا اونجایی که ممکنه همسویی حداکثری، ریسش حداکثری رو تشویق بکنیم. چرا؟ برای اینکه یکی از نگرانی‌های من و یا خواسته های من کم هزینه ترین راه تغییر نظام. اینا نکات اصولی است که فکر کنم تاکید بر اون فقط به مفهوم این که اولویت‌ها رو باید درست تشخیص بدیم و بتونیم با این انضباط نشون بدیم که نیروهای تمامیت‌خواه که به هیچ عنوانی حاضر نیستن قواعد بازی رو رعایت بکنن یا ضربه میزنن یا لطمه میزنن و جلوگیر و مانع این هستن که این نوع اتحاد و همکاری شکل بگیره، در واقع مرزبندیمون با این نوع رفتار و این نوع برخورد کاملا مشخص باشه و فکر کنم همتون در اصل این رو به عنوان یک اصل کلیدی قبول دارید. من کار ندارم چپین یا راستین یا جمهوری خواهین یا پادشاهی خواه، مجموعه کسانی که میتونن جزوی از راه حل باشن بایستی بتونن نشون بدن این رو و به نمایش بگذارن و ما نمیتونیم یه شبه از دست نیروهای افراطی خلاص بشیم، ولی باز کم کم اینا مارجینالایز بشن، به اصطلاح خود به خود اون